درود. فیروزه محمدی هستم، وکیل پایه دادگستری و وکیل تخصصی ملک. در حقوق ایران تعریف و مفهوم ملک به این عبارت هست: به مجموعه دارایی‌های افراد ملک میگن که شامل زمین، ساختمان و اموال غیرمنقول هست. اموال غیرمنقول در ماده 12 قانون مدنی بهش اشاره شده، اموالی که نمیتونیم از محلی به محل دیگر انتقال بدیم. و همینطور در قانون ثبت اسناد و املاک کشور ماده 22 املاکی میتوانند به ملکیت کسی در بیان که در ادارات ثبت اسناد ثبت بشن. حالا اون املاک چه از طریق ارث به اون افراد رسیده باشه یا چه از طریق نقل و انتقال و جابجایی به این افراد رسیده باشه، قانون در صورتی اینها را مالک رسمی میدونه که در ادارات ثبت اسناد و املاک به ثبت برسونه. موفق و مؤید باشید تا ویدئویی دیگر.